بررسی مسائل انرژتیکی نسبت صورت بخشیدن و در مهلت‌های اعلام شده اجرا نمودن لایحه معروف کسب آزاد اظهار نظر کرده. هنگام ارزیابی مسائل مبرم منطقوی ما مبارزه مشترک را بر ضد خطرهای جدی تروریسم، افراطگرایی، گردش غیرقانونی مواد مخدر و قاچاق اسلحه شرط مهم تأمین ثبات، امنیت و پیشرفت منطقه دارد. در این اثنای مسائل منطقوی ما موضوع وضعیت در افغانستان در این برادر کشور را در مرحله تقدیرسازی تاریخی علل خصوص در دوره پس از سال 2014 مورد محاکمه قرار دادیم. در مرحله که این کشور در دوره گزارش امنیتی، سیاسی و اقتصادی قرار دارند، پاکستان جانبدار رفاه و کامیابی‌های برادران افغان میباشد. صلح کامل، ثبات سرتاسری و وحدت افغانستان برای صلح و ثبات امنیت منطقه عنصر کلیدی باقی میماند. ما به موافقه رسیدیم که در پرتو جانبداری روند صلح کامل افغانستان مشورت‌های دو جانبه را عاید به افغانستان باز هم فعالتر گردانیم.